کی از همه زور. سنگ تراش زیر نورهای آفتاب سوزان با مشقت زیاد از کوه پاره‌های کلان سنگ را کنده خود به خود شکایت میکرد. از چنین زندگی خسته شدم. تا کی حیات من با کوه کنی میگذرد؟ آفتاب تفسان مغز سرم را آب کرد. کاش من آفتاب می شدم. از بالا نور پاشی می کردم. همه موجودات دیگر را نظاره کرده حاکم تمام موجودات می شدم. دعایش مستجاب شد. اکنون او در سما آفتاب بود و از چنین طالع خوشنود خرسندانه نور پاشی می کرد. ولی خرسندیش زیاد دوام نکرد. زیرا ابرها قبط پیش نورهایش را گرفتند و روشناییش کم شد. سنگ تراش به خشم آمد. اگر ابرها پیش آفتاب را گرفته توانند، پس آنها از آفتاب قوی ترند. می خواهم که ابر باشم. این آرزویش هم عملی شد. اکنون او بی ملال کی خواهد پیش آفتاب را می پوشاند یا می کشاد. باران می ریزاند. خیلی خرسند بود. اما در همین وقت از کجای شمال پیدا شد. شمال پیدا شد و ابرها را از آسمان راند. من باید شمال باشم. او از همه زورتر است، گفت سنگ تراش. این آرزویش هم عملی گشت. او اکنون شمال بود. به هر طرفی که دلش خواهد می وزید و ابرها را سور می کرد. همه را می جنباند و می لرزاند. اما وزید و به دیوار برخورد. دیوار سخت استوار، پرقوت. هر قدر که شمال می وزید این دیوار قوی از جای نمی جنبید. درست نگاه کرد و دید که این دیوار کوه است. کوه بزرگ و عظیم. وی به شکوه و عظمت کوه حسد برد. آنا توانایی، آنا کی زور. می خواهم که کوه باشم. و همان زمان او به کوه عظیم مبدل گشت. اکنون او با بزرگی و عظمتش می فخرید و دیگر موجودات دنیا در نظرش ضعیف و ناتوان می تافتند. خیلی خرسند بود. اما حس کرد که چیزی از درون او را ناراحت می کند. کسی از جسم عظیم او پاره‌های سنگ را می کند. کدام یک مخلوق توانای او را ضعیف می کند. کوه عظیم حیران اطراف نگاه افکند و دید که این یک مرد سنگ تراش است که از تن عظیم او پاره‌های سنگ را می کند.